یه پیشگویی عجیب، یه حادثه واقعی و سوالهایی که هنوز بی جواب مونده. تصور کن یه نفر سالها قبل نشسته باشه و دونه به دونه وقایع امروز رو نوشته باشه. در میان این پیشبینی‌های تلخ، حادثه دلخراش بندر عباس زخمی بود که روی دل همه ما نشست. اما شاید این فقط شروع ماجراهای 2025 برای ایران باشه. از همون وقتی که آدم‌ها چشمشون به آسمون افتاد، پیشگویی هم یه جورایی شد رفیق همیشگیشون. اون وقتا که هنوز خبری از علم مدرن نبود، بابلی‌ها توی بین النهرین ساعتها به ستاره‌ها و ماه خیره می‌شدن و با دیدن یه خسوف خبر جنگ‌ها، قحطی‌ها یا حتی مرگ شاهان رو پیش بینی می‌کردن. انگار آسمون برای اونها یک کتاب باز بود، پر از نشونه و هشدار. توی یونان و روم باستان داستان فرق چندانی نداشت. پیشگوهای معابد، مخصوصاً تو معبد دلفی، به عنوان واسطه‌های بین انسان و خدایان شناخته می شدن. وقتی بحران می اومد، همه از شاه‌ها گرفته تا سربازای ساده چشم امیدشون به یه جمله مبهم از دهنه پیشگو بود. رومی‌ها اونقدر به کتاب‌های سیبیلین اعتماد داشتن که تا ازشون مشورت نمی گرفتن هیچ تصمیم بزرگی نمی گرفتن. اون طرف دنیا مایاها با تقویم‌های پیچیده‌شون یه دنیای دیگه‌ای ساخته بودن. اونقدر دقیق ستاره‌ها و چرخه‌های زمانی رو رصد می‌کردن که بعضی‌ها باور داشتن مایاها میتونستن زمان پایان دنیا رو هم ببینن. ماجرای سال 2012 هم از دل همین پیشبینی‌ها بیرون اومده بود. خیلی‌ها فکر می‌کردن اون سال نقطه پایان بشره، اما در واقع فقط پایان یه دوره زمانی بود، نه پایان دنیا. اما شاید از همه مشهورتر نوستراداموس بود، مردی که ستاره ها رو خوند، تاریخ رو مرور کرد و آینده رو با کلمات پیچیده و مبهم نوشت. تو متن‌های مرموزش قصه ملت‌ها و فرمانروایان رمزگذاری شده بود. آتش سوزی بزرگ لندن، ظهور ناپلئون، انقلاب فرانسه و حتی 2 جنگ جهانی تنها بخش کوچیکی از پیشگویی‌هایی بودن که بعدها قدم به قدم با واقعیت زندگی بشر گره خوردن. گفته میشه حتی سایه بمب اتم بر هیروشیما رو نوستراداموس توی یکی از پیشبینی‌هاش کشیده بود. انگار آینده خیلی وقت پیش بین خطهای محو و رمز آلود شعرهاش پنهون شده بود. فقط کسی باید می اومد و بلد بود که این رمزها رو بخونه. سالها بعد اون سر دنیا تو بالکان یه دختری به دنیا اومد که دنیا رو بدون دیدن میدید. اسمش وانگلیا بود، اما بعدها همه بهش گفتن بابا وانگا. میگن وقتی 12 سالش بود یه طوفان عجیب گرفتش و پرتش کرد چند متر اونورتر و وقتی پیدا شد دیگه چشمهاش نمیدید. اما اونجا بود که یه دنیای جدید براش باز شد. وانگا بعد از اون حادثه میگفت صداهایی میشنوه، صداهایی که چیزایی از آینده بهش میگن، چیزایی که هیچ کس دیگه ای خبر نداشت. خیلی زود دور و برش شلوغ شد. آدم‌ها از راه دور می اومدن، سوال میپرسیدن و وانگا جواب میداد. دقیق تر از چیزی که هر کسی فکرشو میکرد. از گم شدن آدم‌ها تو جنگ جهانی گرفته تا فروپاشی شوروی، حادثه چرنوبیل، حملات 11 سپتامبر. حتی گفته شده بود یه روز یه رئیس جمهور سیاه‌پوست توی آمریکا انتخاب میشه، اونم وقتی که کسی همچین چیزی رو توی خواب هم نمیدید.
بابا وانگا میگفت زندگی هر آدم مثل یه فیلم جلوی چشماش پخش میشه، از اولین نفس تا آخرین لحظه. خودش میگفت نمیتونه چیزی رو تغییر بده، فقط میتونه ببینه و بگه. بعضی پیشبینی‌هاش هنوزم تو آینده مونده، از تماس با موجودات فضایی تا جنگایی که قرار قرنها بعد اتفاق بیفته. ولی خب خیلی‌ها میگن وقتی بعضی چیزایی که گفته اینقدر دقیق اتفاق افتاده، کی میدونه شاید اون چیزای دور هم یه روز واقعی بشن. اما بابا وانگا سال 1996 از